Dada. Dada. Yok dada دخترم. Dadaş نیست. این آدم از سعدالله نورالله میگم. همین رسمه که در همینجا موندگیم. سال تولدش 1998. یک توجیکی دیگه، یک جوانی توجیکی دیگه خودمون پولش روی میکنه، بلیتش میخره، میگیره، میبرش کراسنودار کار میرم. نه 17 فوریه که بینام نشون شدگه. همه آدمی که پول روی کردگه و بلیت خریدگه شونو بردگه شون، همه آدم هم بینام نشون شدگه. ولی من صورتی اون بچه هم در اینجا میمونم. هر دش بینام نشون شدگه که جا شدگه نامعلوم. این زن فرزند داره. فرزند شدیدین در اول ویدیو چقدر گپ میزنم. مقصد که نگاه کنین ده بسیاری از جوانای خودمان، من این آدم در نظر ندارم، بسیاری از جوانای خودمان متاسفانه دست زدسیان در همین کاری زکلاتکا میگن کو، یعنی پهن کردن مواد مخدر، دست تفکر میکنن همون مواد مخدر به هر جا میبرن، میپرتاین و میسپرن. همیخی ای جوانان، شما با کدام عقلتان این کارو میکنین؟ آخه این کار در رفتن شما در ریشه جوانی خودتان تیشه زدن، شما عمر جوان خودتان رو برباد میتین، خزان میکنین. آخر این راه پس پنجره، یا مرگ یا پس پنجره. این راهی بازگشت نداره. شما فکر پدر و مادراتون رو نمیکنین، فکر اوچهاتون رو نمیکنین، فکر فرزنداتون رو نمیکنین. من میدونم زندگی مشکله، زندگی پستی و بلندی ها داره، هزار یا نگروزکه میبیا بلوی سر ده، لیکن با عقل کار کنین، نروین در راه حرام. به حد بسیار شده همه چیز. باید بار دیگه میگم این جوان، من نمیدونم بازیده کی جای من، این جوان در این گپای من این آدم در دخل نداره. من همین جوانایی که در عموما همین کار در مشغولن اوای را میگم. من بچه فکری پدر و مادرتون نکنین، حاضرم وقت نکنین، بس کنین، هوی خنین بیاین تاجیکستان، بیاین همین ای راه گردین، این راه عاقبتش بزیبای. این بچه 70 تا در داغستان پس پنجره شدگه جوان تاجیک، چند تای دیگه در پیتر و در مسکو، در دیگه و دیگه جا ای شماره شون ای هزارها نفر زیاد شدگه. همه پرسنوی ای چیل پایاننو بچه های یاشن رد که یگون در بنچان یگون سین سال رفته های تمام. بعد همین پدر و مادرها، همین فرزنداتون وقتی که روی میکنین روسیه مثال غریبی روی میکنین، من ها میدونم زندگی وزبین دشواره، پیش آدمای خودی رویشون کنین، پیش شناساتون رویشون کنین، دویم در نظارت گیرین شونن، نروند در همین راه در همین کارو دست نزنن. با پشیمان میشین ای به نظارت موندگیتون، ای به اهمیتی کردگیتون. در آخر روی کردین رفت روسیه، پول شکوب میگیرین، پولش به مزه گفتی همو گپو، ای قفاش نظارت کنین، زنگش زنین هر روز. بچه‌م در کی جای چیکار کسی چیکار برده کنی، رفیقات تا تلفن من قطع رفیقات گازنم، ای رفیقاش پرسون شوین، رفیقاش پرسی همین بچه من همین روزا چیکار بار میکنه، یک خش توارتون مثال پیش یک خش توارتون روی کنین، یا شینوساتون روی کنین، یا مردمی همون قشلاقتون مردمی جاتون رویشون کنین. چیه در بیرون میکنین شون؟ بچه‌م بله تگیر زن راه رسیه پول کار کن روی کن بیار من اینجا زندگی را بردن گیرم. همین خیلی میشده. بعد دو روز پس با درد سر ختان میشه، با اوی دیده تون در پریرتون گریه کرده میگردین که بچه من پس پنجره شده، یا بچه من بینام و نشان شده، بچه من گم شده گفته میگردین. با فکری پگر حوزی کردن در کنه. یک جوانی ای دانگره بودم بچه ویدیوش کرده بودم در تونسته، آخر در خبرش ای زندان برامد کو، کودکش معیوب ای بیچاره، خشتمانش در کارخانه من 2 روز آمد کار کرده بود،
бечора кӯдакаш маъюбай 37-38 маротиба кӯдакаш шикастага касали устухонош хеле калси камай ку тез устухоношон мешкана ҳаму хеле касал шудагай кӯдакаш ахидаш рафтай паси панҷара шидагай оле айрӯи чӣ айрӯи ними паҳн кардани маводи мухаддир бачаҳоёш ӯ чизе ки шумо мебарен ҳаёти чанд нафари дигара месӯзонад чанд ҷавони дигара ҳаётша месӯзонад чанд модари дига айғами фарзандаш гирёну нолон дар кӯчаҳо мегардад